درود به بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست از استودیوی رادیوی آزادی. امروز 28 اکتبر است و ما درباره آن خواهیم گفت که تقریباً 20% عائله‌ها در تاجیکستان برای خرید غذای ضروری پول کافی ندارند. 50 مهاجر ازبکستانی را از یک کارخانه به جنگ اوکراین بردن می‌خواهند. جریمه 3 فوتبال بازی تاجیک برای دشنام و قاعده شکنی در بازی و تلاش گروه از جوانان برای کتابخوان کردن جامعه چی نتیجه داد؟ بنا به یک ارزیابی تازه، تعداد عائله‌های تاجیکی که به آنها خطر گرسنه ماندن تهدید می‌کند در مقایسه با بهار امسال کمتر شده است، ولی عین زمان مردم زیادی از بالاروی قیمت مواد غذایی در تشویش بودند. ارزیابی برنامه آذوقه جهانی در ماه سپتامبر معلوم کرده است که 18% عائله‌ها در تاجیکستان به قدر کافی پول ندارند که امنیت غذایی خود را تامین کنند. تعداد این گونه خانواده‌ها در ماه می به 21% می‌رسیده است. با نظر داشت بالا رفتن قیمت‌ها از جمله آرد و روغن و شکر، این عائله‌ها خراجات برای معالجه و تحصیل را کم کردند تا برای خریدن مواد غذایی پول داشته باشند. گزارش برنامه آذوقه جهانی که به مکتب‌ها و عائله‌های فقیر و محتاج تاجیک کمک غذایی می‌رساند همین هفته نشر شد. در آن همچنین آمده است که 27% عائله‌های تاجیک ماه سپتامبر گفتند که درآمدشان در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است، هرچند تعداد این گونه عائله‌ها در ماه می بیشتر از 36% بوده است. حدود 50 مهاجر ازبکستانی در ولایت ارلاف برای شرکت به جنگ اوکراین دعوت شدند. مهاجران که در یک کارخانه کارکردی پرتو کار میکنند از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف کمک خواستند. آنها با ثبت یک نوار دعوتنامه به ارتش و شناسنامه‌های خود را نشان داده گفتند شهروند روسیه نیستند و کارشان در این کشور قانونی است و انداز می‌سپارند. طبق قانون‌های ازبکستان شرکت در جنگ کشوری دیگر جوابگری جنایی دارد. مقامات بعد فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره سفربری به ارتش از شهروندان خود خواستند در عملیات جنگی در کشورهای خارجی شرکت نکنند. یوری پراخین رهبری کارخانه کارکردی پرتوب گفته است اگر کارمندان کارخانه را به جنگ برند ولایت زیر پرتوب میماند. در واقع نظامیان اوکراین هم میگویند روسیه در ساحل راست رودخانه دنیپر نیروهایش را بسیج میکند و به نظر میرسد که دو طرف به جنگ سخت برای شهر خرسن در جنوب اوکراین آماده میشوند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 28 اکتبر گفت که مسکو بعد تلفات زیادی سربازانش در ولایت خرسن 1000 سرباز تازه نفس را به منطقه فرستاده است. در بیانیه ستاد آمده است نیروهای اشغالگر که تلفات زیاد دادند از برای پیشگیری از واهمه در بین نیروهایش به خرسن نیروهای ایلووگی فرستادند. اوکراین برای بازپس گرفتن ولایت خرسن که مرکز آن شهر خرسن را روسیه در روزهای اول جنگ اشغال کرد، ماه سپتامبر به حمله جوابی گذشت و قسمتی از شهرک‌های آن را بازپس گرفت. در ولایت شرقی دونیتسک مقامات گفتند که در نتیجه حمله نیروهای روسیه 4 غیر نظامی کشته شدند. گروه از جوانان کتاب دوست در تاجیکستان در شبکه یوتیوب برنامه را به راه ماندند که میگویند هدفش جلب جامعه به کتاب و تبلیغ فرهنگ کتابخوانی است. فرهنگی که به گفته زیاییان تاجیک در کشور رایج نیست و سبب عقب ماندگی جامعه و ملت می شود. در دوام تقریبا 1 سال فعالیت و صحبت با دوستداران کتاب، مؤلفان کتابخوان به خلاصه آمدند که راه اصلی رهایی از بحران و هم پیشرفت و موفقیت این مطالعه و محبت به کتاب است. گزارش جالبی را در این باره 3 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی همراه می‌بینیم.
سه فوتبالبازی توجیک را برای رفتاری خشن و دشنام دادن هنگام بازی جریمه کردند. در این باره فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. در جلسه کمیته نظارت و آداب روز 27 اکتبر مسئولین قاعده شکنی ها در جریان بازی های لیگ فوتبال تاجیکستان بررسی کرده 2 بازیگری دسته دینامو و 1 فوتبال بازی دسته کوکتاش را برای رفتار نادرست و رعایت نکردن قاعده ها در مسابقه های فوتبال بین 2 دسته 250 سومانی جریمه کردند. فوتبال بازی دسته کوکتاش برای قصدن ضربه زدن بر رقیبش از 3 بازی و 2 بازیگری دسته دینامو برای تحقیر و دشنام و فشار به داوران از حق شرکت در 4 بازی محروم شدند. و حالا از قربی سامانی در برابر اسعار خارجی برای امروز میگویم. بانک ملی 1000 روبل روسی را 163 سومانی، 1 دلار را 10 سومانی و 21 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 23 درم تعیین کرده است. قربی اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند و پول شما را با عین قربی بانک ملی عوض نمی‌کنند. این بود سرخط خبرها. 3 ساعت بعد نشر نوی اخباری آزادی تقدیم می‌شود و ما شما را در این برنامه انتظاریم.